همانطور که عشق مجازی به محبوبان در نهایت به عشق حقیقی تبدیل می شود، آیا عشق به دنیا که مجازی است و بیشتر مردم به آن مبتلا هستند به عشق حقیقی تبدیل می شود؟ پاسخ بله. عاشق در عشق مجازی که متوجه چهره فانی دنیاست، اگه زیشتی زوال و فنای موجود در آن را ببیند و روی از آن بگرداند و در جستجوی محبوب باقی برآید و موافق به دیدار دو چهره دیگه دنیا که بسیار زیباست و آینه اسماء الهی و مزرعه آخرت می باشد بشود، عشق مجازی نامشروع مذکور تبدیل به عشق حقیقی خواهد شد. اما شرط این کار آن است که دنیای بی ثبات و زائل خویش رو که وابسته به حیاتش است با دنیای خارجی در هم نیامیزد و دچار خطا نشود. اگه او مانند اهل ضلالت و غفلت خود را فراموش کرده و غرق آفاق شود و دنیای عمومی را دنیای خصوصی پنداشته و شیفته‌اش گردد، به باطلاق طبیعت سقوط کرده و خفه خواهد شد. مگه اینکه دست عنایت به شکل خارق‌العاده او را برهاند. برای روشن شدن حقیقت مذکور به تمثیل زیر توجه کن. اگه بر 4 دیوار این اتاق زیبا و مزین 4 آینه تمام و قد مخصوص هر یک از ما وجود داشته باشه، 5 اتاق خواهیم داشت. یکی از آن حقیقی و عمومی و 4 تای دیگه مثالی و خصوصی. هر یک از ما توسط آینه خودمون می توانیم شکل و شمایل و رنگ اتاقمون رو تغییر دهیم. اما اگه با رنگ سرخ رنگ آمیزی کنیم سرخ، و اگه با سبز رنگ آمیزی کنیم او رو سبز خواهیم دید. و هکذا با تصرف در آینه وضعیت‌های مختلفی می توانیم به وجود آوریم. اتاق رو می توانیم زیشتر یا زیباتر کنیم و او رو به شکل‌های متعددی در آوریم. اما در اتاق بیرونی و عمومی نمی توانیم به راحتی تصرف کنیم و تغییر در آن بدهیم. اتاق بیرونی و خصوصی در حقیقت یکیست، اما دارای احکام جداگانه می باشند. تو می توانی با یک انگشت اتاق خصوصی خودت رو ویران کنی، اما حتی یک سنگ اتاق دیگر رو که عمومی است نمی توانی جا به جا کنی. دنیا منزل مزینی است. زندگان هر یک از ما در این دنیا همچون آینه تمام قد است. هر کدام از ما در این دنیا و عالم خاص خود رو داریم، لیکن ستون مرکز و دریا دنیای خاص ما همون حیات ماست. عالم و دنیای خصوصی ما صحیفه‌ای و حیات ما قلمی است. و این قلم بسیار چیزهایی نگاشته می شود که وارد صحیفه اعمال ما می گردد. ما دنیایمون رو دوست داریم. آره دوست داریم، ولی می بینیم چون بر روی حیاتمان بنا شده فانی و زائل و بی ثبات است. پس علاقه ما به دنیا به سوی نقش‌های زیبای اسماء الهی می چرخد و به جلوه های اسماء الهی انتقال می یابد که دنیای خصوصی ما آینه و منعکس کننده آنهاست. دنیای ما آینه و منعکس کننده اسماء الهی است. همچنین اگه درک کنیم که دنیای خصوصی ما نهالستان موقتی برای آخرت و بهشت است و احساسات چون حرص و طلب و علاقه و فرمان نسبت به آن رو به فواید اخروی آن معطوف کنیم که نتیجه و ثمره و سنبل آن می باشد، آنگاه عشق مجازی تبدیل به عشق حقیقی خواهد شد. در غیر این صورت اگه مظهر سر آیه نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون شده و با فراموش کردن خویش و نیندیشیدن به زوال حیات دنیای خصوصی بی ثبات را عین دنیای عمومی ثابت پنداریم، خود را لایمود دانسته و به دنیا دل ببندیم و با احساسات شدید شیفته شویم، در مرداب دنیا خفه شده از بین خواهیم رفت. چنین علاقه و وابستگی برای فرد بی نهایت بلا و عذاب است، زیرا شفقت یتیمانه و رقت مایوسانه را نتیجه می دهد.
چنین کسی دلسوزی همه ذی‌حیاتان می شود و حتی در برابر همه مخلوقات و زیبا و محکوم به زوال احساس رقت و فراق کرده و چون قادر به انجام کاری نیست در ناامیدی مطلق متحمل درد و رنج می شود. اما فردی که از غفلت رهایی می یابد و پیشتر به او اشاره کردیم در مواجهه با درد و رنج آن شفقت پادزهر علوی می‌یابد که موجب می‌گردد در مشاهده موت و زوال ذی‌حیاتان که برایشون دلسوزی می‌کرد آینه ارواح رو که جلوه های دائمی اسمای ذاتی باقی هستند پا بر جا و ماندگار ببیند. در نتیجه شفقت او مبدل به شادی و سرور می شود. او همچنین در ورای مخلوقات زیبایی محکوم به زوال و فنا نقش و تحسین و صنعت و تزیین و احسان و تنویر دائمی رو می بیند که جمال منزه و حسن مقدس رو بیروز می دهند. لذا در میابد که زوال و فنای مزبور عاملی است برای نو شدن و افزایش حسن و زیبایی، تجدید لذت و به نمایش در آمدن صنعت الهی. پس لذت و اشتیاق و حیرتش فزونی میگیرد. خیلی جالب.